خمپاره، اسپاک، نارنجک و فشنگ جنگی، بمب ساعتی و مواد منفجره و ریز پرنده ها. اینها را پلیس از عوامل موساد در تهران کشف کرده. دستگیر شده ها 6 نفرند که به گفته خودشان هر کدام مأموریت خاصی را انجام میدادند. سردستشون ایشونه، درسته؟ بله بله. قرار رو چه کاری انجام بدی؟ چطوری آشنا شدی؟ وظیفت چی بود؟ توی این صفحه مجازی اینستاگرام بودم. من داشتم توی صفحه اینستاگرام دیدم که بعد این صفحه رو دیدم، صفحه نوشته بود معاند اسرائیل به فارسی. خب بعد بهشون پیام دادم، گفتم مثلا بنده کی هستم و چی هستم، آقا میخوام این عملیاتو، میخوام تو عملیاتتون شرکت کنم، میخوام بیام تو مثلا تو ایران هر عملیاتی شما بگید انجام بدم. بعد گفتم مثلا برین فلان جا مترو، مثلا اونجا وایسید، یه بیابون بود، گفتم به اونجا تک تکی میان دور هم جمع میشیم، بعد کاراتون رو هم دیگه میگید. به هر کدوم یه کار به خصوصی داده بودن. یکی از پیام‌هاشون رو براتون بخونم، پیام‌هایی که ایشون داده. میشه منم بیارید براتون بجنگم، از ته وجود، نه حقوق میخوام نه چیزی، خواهش میکنم بذارید براتون بجنگم. جوابشو ندادن، باز دوباره رفته پیام داده و پیام‌های بعدی که دیگه اونها جواب دادن و همکاری شروع شده. درسته اینا پیام‌های شماست دیگه؟ بله. وظیفه بنده جاسوس بودم. یعنی چیکار میکردی؟ براشون فیلم میفرستادم. موتور سوارشون بوده. خب چطوری آشنا شدی با اینا؟ از طریق همین موتور سواری. اصلا فکرشو نمی‌کردم که میتونه اینقدر این کار اشتباه باشه. خب خودت هم میدونستی، آگاهانه رفتی سراغ این کار. نمیدونستم اینجوری میشه. تحت تاثیر جو قرار گرفتم. ابعاد دقیق تعداد اقدامات خرابکارانه و شناسایی افراد دیگر همچنان ادامه دارد. قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.